صاحبان کسب کار وقتی که کسب کار به جلو میره تصمیم میگیرن که روش‌های سنتی رو بذارن کنار و کسب کار بزرگتر رو به طرزی اداره کنن که وقت و زمان انرژی بیشتری روی مسائل مهمتر صرف کنن و حزب یا همون مسائل توسعه‌ای اینجا مطرحه که وقتی شما به مسائل مهمتر توجه میکنید قطعاً منافع بیشتری رو از اون مسائل مهمتر کسب خواهید کرد. بنابراین شما روشتون رو عوض میکنید و از روش‌های سنتی شیفت میدین به سمت روش‌های سیستمی یا استراتژیک. و وقتی این حالت اتفاق میفته دیگه شما نبایستی به مسائل خرد و کوچیک توجه بکنید، چون وقتی روش خودتون رو تغییر میدین و از سنتی میرین سمت سیستمی یا سیستماتیک و یا روش استراتژیک رو انتخاب میکنین، دیگر نفراتی که براتون کار میکنن یا کارکنانتون تغییرات رو احساس میکنن. اون سلسله فرماندهی که قبلا در روش سنتی وجود داشت و دیگه حس نمیکنن یا از اون روش استفاده نمیکنن و این تغییرات خب به کارکنان تقریبا یه فشاری وارد میکنه و اونا رو دچار تنش میکنه. بنابراین شما من بعد همینطوری که دارین منفعت کسب میکنین نبایستی به مسائل خرد دیگر توجه بکنید، باید مسائل کلان و نتایج در واقع توجه بکنید، چون کارکنانتون تا جا بیفتن در این روش‌های جدید و سیستماتیک قطعاً دچار چالش‌هایی خواهند شد، دچار تنش‌هایی خواهند بود و اگر شما به مسائل خرد کارکنان توجه بکنید فشار بیشتری به اونا وارد میکنید، قطعاً خیلی دیرتر به اون هدفی که در تغییر نگرش داشتین خواهید رسید. مدتی تحمل خودتون رو ببرین بالا و چالش‌های ناشی از این تغییرات رو درک کنید و تحمل کنید. در هر صورت پنیر جابجا شده است. کارکنان حس میکنن که مسیر تصمیم گیری، مسیر دستوردهی و تمرکز تغییر کرده. بنابراین بایستی تحملتون رو ببرید بالا و در جزئیات کار دخالت نکنید و بیشتر به نتایج و اهداف توجه بکنید و تمرکز داشته باشید، چون فقط از این طریق هست که میتوانید چالش‌های ناشی از کارکنان رو کنترل بکنید و پایین‌تر بیارید و سرعت کار رو ببرید بالاتر و زودتر به نتیجه برسید تا منفعت بیشتری کسب کنید.